سلام علیکم، حالتون چطوره؟ آقا امروز اومدیم یه آموزش مهم راجع به لحیم کردن نمونه بهتون یاد بدیم. حتما تا آخر ویدیو رو ببینید، به دردتون میخوره. لایک و کامنت یادتون نره. دمتون گرم. خب بعد از اینکه نئون رو سر و تهش رو مشخص کردید، 1 سانت شکمش رو برش میزنید، لاش رو باز میکنید. بالا مثبت و پایین منفیه، رو خودش هم نوشته تنبلی کار زشته. بعدش با گیر گوشت بالایی رو نگه میدارید که مزاحم لحیم کاریتون نباشه. سیم قلو بر میدارید، یه قطره بالا به صورت مرواریدی شکل و یه قطره هم جایگاه منفی و سیمایی که قبل آماده کردید رو بهش متصل میکنید و جوش میدید. و همین راحتی. فقط مواظب باشید نئون و سیلیکون رو نسوزونید. در انتها نکته مهم اینجاست، اینکه وقتی میخواید نئون رو ببندید اون گوشت اضافه نمیذاره. با کفشی اون گوشت اضافه رو برش میزنید به این صورت که سیم از بینش به راحتی بیرون بیاد و مزاحم بسته شدن ته نئون نشه. به این صورت و در آخر هم چسب 1 2 3 میزنید که هم ضد آب باشه، آب نفوذ نکنه، و هم کامل ببندتش. اسپری هم میزنید خیلی خوشگل و مرتب و در آخر این میشه نتیجه. انگار نه انگار اصلا سیمی اضافه شده. اگه خوشتون اومد لایک کنید، کامنت بذارید، انرژی بدید. دمتون گرم.